سلام روزتون بخیر. عید و حال و هوای عید پیچیده، پس بیا با هم یه شیرینی خوشخوراک درست کنیم. عاشق این دستور میشین، بی نقصه. اول روغن جامد رو بریزید توی ظرف بزرگ و شروع کنید با دست مثل ویدیو بزنید تا کرم رنگ و سبک بشه. حالا اینجای ویدیو رو نشد که فیلم بگیرم، بهتون میگم که بنویسید. نصف پودر قند رو با زرده و وانیل و نصف پودر قند رو با سفیده با همزن برقی حسابی بزنید تا فرم خامه طور بگیره. آرد رو با بیکینگ پودر 3 بار الک کنید و کم کم به دستور اضافه کنید. حدود 30 تا 40 دقیقه ورز بدین تا روغن خمیر بیرون بیاد و مثل تصویر وقتی که گلوله میکنید توی دستتون و یکم با دست میزنید روش فشار میارید ترک نخوره، اون موقع دیگه خمیرتون آماده است. حالا بهش 2 ساعت استراحت بدین و بعد پهنش کنید روی سینی و با دست یا قالب فرم بدین، بذارین تو فرن حدود 15 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد تو فرن بمونه. بعد بذارید روی سینی خنک کننده، دونه دونه بچینید رو سینی خنک کننده و نوش جون. کلی دسر و شیرینی دیگه برای پذیرایی عید قراره براتون ضبط کنم. اگه دوست دارین سابسکرایب کنید تا منو گم نکنید. اگه این شیرینی رو درست کردین حتما توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید برام. آخر ویدیو هم دستور کامل رو بهتون دادم.